روزهای اخیر در جمهوری تاجیکستان حرارت هوا از 40 درجه بالا است. اینچنین خدمات آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در سامانه رسمی خود آگاهی اعلام کرده است که روزهای 16 20 ماه ایونی سال روان در ناحیه‌های کوهی جمهوری تاجیکستان، ولایت سوخت و غربی ولایت مختار کوهستانی بدخشان باقی ماندنی حالت‌های سیلی خصوصیت محلی داشته از احتمال دور نیست. حرارت گرم هوا باعث اوج گرفتن بیماری‌ها می‌گردد. از این رو متخصصان توصیه می‌دهند که شخصانی آسیب‌پذیر بسبب به کوچه نبرایند. وقتی نصف روزی حتی در ساحل بحر و دریا آببازی نکنند که آن به سلامتی خطر ایجاد می‌کند. نوابسته از این گروه کاری شعبه اطلاعاتی در گرمی حرارت هوا را برای انعکاس کردن نواری به شرح آماده کردند.